میبینی با ویدیوهای جدید اشتباه نگی، چون این تخفات این سینیا فقط تو بوم سعید معروف ورد سعید هستش. یا قنات کوثر پیش سعید، خود سعید رخ کار درگیر کن بزن حالشو. آره والا تمام. ساعت یه سری پک خیلی باحال داره ارزون. مگه میشه این قیمتو؟ بریم بگیریم ببینیم میشه یا نه. بریم بگیریم ببینیم میشه یا نه. بریم بیایم. پکر تحویل گرفتین. یه دونه پک 3 نفره. آره. پیتزا و ساندویچش، یه دونه پاستا آلفردو. ستم نوشابه داد. یه سری پکاشو نداشت، ولی فکر می‌کردیم چون شلوغه خیلی دیر تحویلمون دادن، ولی یه روب هم نشد تازه یه روب. آره. بریم استودیو تست کنیم ببینیم که توش چیه. بریم. اومدی؟ آره. رفتیم گرفتیم اومدیم. تلپورت شد محمد افتاد. بریم یکی یکی آیتم ها رو بخوریم ببینیم آره. چه جوریه. خب دیدین که ما رفتیم اونجا چقدر خلوت بود، چقدر شلوغ و چقدر تایم و اینا. شلوغ بود دیگه. آره دیگه. الان بخوریم ببینیم که در چه حال. اول از پیتزا شروع کنیم. موافقی؟ خب ببین ما پک 3 نفره گرفتیم. ما توضیح دادیم تو ویدیویی که اونجا رفتیم. پک 3 نفره پیتزا و ساندویچ گرفتیم. 349 تومن. تو تبلیغا من گشتم هم 349 تومن بود. یه دونه پاستا آلفردو بود تازه تبلیغ داده بود 149 تومن. این پک 3 نفره چی داشت توش؟ یه پیتزای مخصوص تک نفره، 2 تا چیزبرگر، یه پر سیب زمینی، 3 تا نوشابه. این 3 تا نوشابه اینا بقیه‌اش هم. خب از چی شروع کنیم؟ سیب زمینی. خب اصلا طبق چیزی که تو تبلیغش بود نیست. یارو تو تبلیغش با بیل سیب زمینی میریخت. آره یه مقدار سیب زمینی ریخت کف این ظرف اصلا آلومینیومی بود تو تبلیغه. اینقدر بود. آره و بعد اینجوری میریخت اصلا. نه اصلا اون شکلی نیست. یه پر سیب زمینی چلوسیده. آره نیم پر سیب زمینی هم شاید. نه پرس بیرون دیگه به نسبت اون که تبلیغ کرد نیمه، ولی آره یه چیزایی هم هستش که سیب زمینی یه جاهای سیاه شده. یه این جاهاش مثلا سیاه شده یه ذره. حالا چنگال بده. ببین زیاد راه نبود تا اینجا، ولی احساس کنم خیلی مونده است. نظرتون؟ به زمان سیب زمینیش مونده است. مثلا 2 ساعت پیشه با اینکه ما مثلا آره چون روز تعطیل ما اومدیم خلوت بود مسیرها، زود اومدیم. تا یه حدی میشه بهشون حق داد، اینکه تعداد مشتری زیاده بعد زود راه بندازه، اینکه مثلا ما 40 دقیقه اونجا وای نستیم که سیب زمینی سرخ شه، چیز منطقیه، ولی دیگه این خیلی مونده است. بریم بعدی نشونیم. بعدیش چیه؟ یه پیتزا مخصوص از چیزبرگر. کدومو بزنیم؟ پیتزا رو بزنیم فعلا. آره. خیلی پیتزاییه. پیتزاش 24 سانته. خب یه ذره روش زیتون داره، یه چند تا دونه قارچ داره. واقعا دونه 3 تا دونه. آره شاید توش داشته باشه. روش این شکلیه. ولی اون تبلیغ پیتزاشو من ندیدم حقیقتا. بعدم چک کنم شاید همین بود تبلیغا. یه تیکه احساس می‌کنی؟ یه چیز یکی از دانش‌های عمومی آشپزی رو بگم، وقتی پنیش این شکلی میشه یعنی پنیر یخزده زدن بهش. education. نه باید دو دست نشون. ببین فقط کالباس روشه، منم همین حسو دارم. خب همین نظر راجع به پیتزاش چی بود؟ ببین به اندازه‌ای که پول میدی آش میخوری. یه سری کالباس رنده شده، نونشو فکر می‌کنم خودشون درست کرده بودن. ببین به صرفه که خودشون درست کنن منطقه، ولی خمیر با کیفیتی نیست. آره خمیر خیلی با کیفیتی نیست. پنیرشون هم باز پنیر معمولیه. باید براشون بصرفه. آقا مردم چی گناهی کردن براشون بصرفه؟ سالم هست یا نه؟ نه سالم نیست. نه حالا پنیرش رو الان نگاه کن تو، کش که اصلا سرش گرده. خب یعنی این فکر نکنم تو گرمترین حالتش هم کش بیاد. آره همینجوری تخرمه ریختن تو این.
اصلا چیزی که توی تبلیغاتشون هست و اون شرایطی که توی تبلیغاتشون هست توی شرایط واقعیشون نیست. این یه واقعیته. بریم آیتم بعدی، چیزبرگر. سیب زمینی بهتر بود. جفتش یکیه دیگه. آره. این دو تا چیزبرگر. آره. ابعادی کوچیک به نظر نمیرسه. ولی به سبکه. نسبت این ادایی‌ها. آره. ولی سبکه. آره. یه دونه‌شو باز کنیم از وسط، حالا اون یکی رو نمی‌خواد. من احساس می‌کنم ابعادش از پیتزاشه. وسط باز کنیم. چیزبرگرشو که باز کردیم اینجوریه داخلش. شما هم ببین. آره به نظر شبیه برگرهای کارخونه‌ای میاد. آره در اینا که سوپرمارکت میگیریم خیلی شبیه اوناست. خیلی شبیه اوناست. یه ذره خیارشور، یه ذره گوجه و یه دونه پنیر، یه لایه پنیر گوجه هم روشه. اینا رو خودشون میزنن شبیه سوپرمارکتی در میاد یا آماده میگیرن؟ نمیدونم باید بخوریم. چون مزه سوپرمارکتی مشخصه، هیچ وقت دستات اون مزه نمیشه. آره موافقم با نگه دارنده حالا بهش میزنن که گوجه خیارشور، گوجه بغلش رد شده و بوی کتلت میده. واقعا گوشتش بوی کتلت. ببین اینو نگاه کن، این ظاهرش هم شبیه کتلته. آره قشنگ بوی کتلت میده. یه ورق از این پنیر زردا. خیلی بده. خیلی بده. همبرگر 30% کارخونه‌ای خیلی بهتره. اصلا نوشابه دیگه نوشابه است دیگه. نونش هم قابل خوردن نباشه. ببین ما آدمای چیزی هم نیستیم همین راسته. چی؟ آدمی نیستیم مثلا غذاهای ادایی فقط بخوریم یا هر غذایی نخوریم. نه آره خب ویدیوهای قبلیمون دیدیم ما همه غذای خوردیم. آره ولی هر چیزی این دم قابل دستمون خوردن بود. نبود. واقعا حالا ارزو میدی ولی ایسه قابل خوردن باشه. آره برگرش یعنی قبلی‌ها رو میشد خورد، یعنی میشد آره. تحمل کرد. برگر غیر قابل تحمل بود. واقعا بد. پاستا یه جوری از این پاستا تبلیغ می‌کرد. آره. این هفته گذشته. چنگال گذاشته بود خودش. یه جوری چنگالم گذاشته برام. دستش درد. سس خیلی گذاشته و بیژن هم گذاشته. 9 تا سس گذاشته و پاستا رو بگو چی بود؟ پاستا توی هفته گذشته همه یه پیجا تبلیغ کرده بودن. انقدر از این میزنم، 73 کیلو خامه میزنم، 34 کیلو رو فلان میزنم. من یه چیزیشو چک کنم. گفته بود فود گرید ماکروفریه. آره هست. بسته‌بندیش آقا اون چیزی که تو تبلیغ گفته. بسته‌بندی اون چیزی که تو تبلیغ میگه ادویکیشن. حالا درشو باز کنی. آش. اینجوریه. تو بیشتر از من پاستا خوری. بوی سیر و خامش قالبه. خب قالبه که همینا توشه دیگه. اوه. اینو یه بار دیگه بعد بذاریم تو دستگاه پاستا ساز پاستاش کنیم چون خمیره. این شکلیه و منم پاستا خورم. ساشا هست. ساشا خوبی؟ ساشا تو که پاستا خوری یه ذره بزن. آره تو که ساشا بخور. ببخشید ما اینجا محدود صندلی داریم ساشا جان. خواهش میکنم. ما وایساده میخوریم. ان شاء الله نور رو صورتت خوب. $149 تومن پاستا. ببین نسبت به آیتم‌های قبلی این یه نمور بهتر. آره باید موافقم. خداحافظ. بله ما ساشا رو داشتیم. آره نسبت به بقیه آیتم هاش حداقل این خوبه. قابل خوردن. نه موافق نیستم با. ببین قابل خوردن هست. قابل خوردنه آره. توش خیلی مرغ نداره. مرغ خوردی تو؟ من آره زیاد. واقعا؟ مرغ شما سمت دادم. آره خب طرف من مرغ نداشت. اوکی غذاها رو خوردیم. تموم شد. چند تا نکته من دارم. اول شما بگو. همین دوباره این غذا رو می‌بینی بخوری یعنی حالا پکای دیگه شو.
ببین به غیر از پاستاش که حالا باز یه ذره نسبت به بقیه چیزاش بهتر بود، نه بقیه چیزاشو نمیخورم. و اینکه یه نقدی من دارم به خود این رستوران که اوکی دلت میخواد که غذای ارزون بدی، جلوت مغازات صف بکشن یا آدمای زیادی بیان، اوکی اینقدر کیفیت رو نیار پایین، بعد گول نزن مردم رو با سالم سلامت بودنش به نظر من. آره ببین سالم مخاطب غذای گول ارزون میزنی سالم باشه. وقتی میای اینقدر پنیر میریزی، بعد 1 متر مربع از پنیر رو جدا میکنی میزنی تو ساندویچ و توی واقعیتش این نیست، یا سیب زمینیتون شکلی یا پیتزاتون شکلی، تو داری مخاطب رو گول میزنی. سیب زمینیش اول میگم خوب، الان نه. بله مخاطب گول خورد. و نقد دیگه هم به بلاگره. آره ببین اینه که تبلیغ میکنن واقعا واسهشون مهم نیست کجا رو تبلیغ میکنن دیگه، و خیلی هزینه زیادی هم این فرد شد اگه هزینه تبلیغات رو نمیداد کیفیت میشه میبرد بالا. ببین اگه منصفانه تبلیغات کنن به نظرم این آره. اتفاق بهتره. یعنی خانم یا آقای بلاگری که میری و برات فرقی نمیکنه که اون غذا چیه، فقط میگه ببین چی آوردم، سینی 80 مدل فلان. اما امیر حسین آره مثلا تو این مایه چی آوردی امروز براتون، یه دونه مرغ کامل آوردم مثلا 2500 آخه واقعا همین شکلیه. اگه که بری و مثلا بگی که ببین آقای تبلیغ کننده این غذا خوب نیست و فقط به فکر اون پول گرفتن نباشی، شاید اتفاق بهتر بیفته و شاید آدما بیشتر بهت اعتماد کنن. خلاصه که گول نزنید مردم، درست نیست. موافقم. حرف دیگه، حرف پایانی؟ نه دیگه حرف دیگه ای نداریم. اگه دوست داشتین برنامه‌مون حتما برامون کامنت بذارین. جایی خواستیم ما بریم تست کنیم بگیم براتون تست کنیم. نقد منصفانه میکنیم رو راست. تلاشمون رو حداقل میکنیم. آره. سابسکرایبمون کنین، زنگولمون رو بزنین، حمایتمون کنین، برامون کامنت بذارین و خدا نگهدارتون. خدافظ. خب پند اندرز خاصی نداری امروز برای بچه‌ها؟ چرا؟ مثل فود بلاگرها لاشی نباشید. این دفعه باهاش موافقم. خب امیر حسین جان غذای اصلا اون غذا نابودش. حالا الان ببین جلو دوربین من احساس میکنم یه دونه ویدیوی کوتاه باید تو اینستاگرام بزنیم از لحظه دفع این ماجرا. ویدیو بذاریم؟ عجب نه از آره لحظه که اومدی بیرون حستو بگو. آبرومون نره. یه لحظه وایسا. آره نه دل درده من داره شروع میشه. من طور نمیدونم.